پس قیمتش رو نگفتیم. GLE 150 گفتیم قیمت ها رو، ولی GLS قیمتش 204,812 یورو و این ماشین هم جدیده، یعنی مدل 2025 7 نفر است. GLS نو فرقش اینه، یعنی مدلش همسان تقریبا یکم بزرگتر، ولی خب این 150 این 204,000 تا. تازه این اگه GLE 63 باشه AMG 63 میشه قیمتش 250,000 یورو که این الان شده 150,000 یورو. و بریم به سمت ماشین های دیگه مثل این که اس کلاس های مدل 2020 تا 2024. این A کلاس ای که جدید اومده، البته جدید دیگه از سال 2024 اومد یا 25 اومد فکر کنم. قیمتش 139,000 تا به خاطر اینکه اینم AMG 53 چون AMG 53 و اینا نرمالش سادش این ماشین، یعنی AMG نباشه بین 70 تا 80 خورده ای گیر میاد. مثل این مثلا سادش این AMG نیست، ولی چراغاشو ببینید فرق، هالوژینه، اون لد بالا داره، پایین لد داره، بالا هم لد داره و این فقط یه بالا لد داره، لد خیلی ساده، اصلا کیفیت چه میبینین داخلش که اصلا چراغاش آشغاله به نظر. بعد قیمت اینو ببینین 54,000 تا. چرا؟ چون این ساده ترین مدله، یعنی بیسیک هیچ چیزی نداره این ماشین، نه صندلیاش برقی، نه هیچ آپشنی نداره، حتی AMG دیزاین هم نیست، یعنی AMG لاین هم نیست که مثلا AMG لاین باشه. این خیلی ساده است، اصلا به درد نمیخوره. و میریم به سمت AMG GLE 53 که اینم به نظر من همون ماشین منه، ولی شاسی بلنده، یعنی شاسی بلند از چه لحاظ؟ پشتش کوپه نیست و کاملا ساده است، یعنی شاسی بلنده، اینجاش بزرگ. ولی خودم شخصا برای کوپه رفتم، به خاطر چی؟ کوپه‌ای که یکم اسپورتی تر و برای جووناست. اینم همون GLE 53. اینجا دوباره ای کلاس رو داریم، اسپورت و AQE برقی کاملا، ولی داخلیش یکم خوشگل تره. خب این قیمتش ببینید چند؟ AQE 47,950 تا که دیگه کسی اینو سوار نمیشه. چرا؟ چون الان جدیداش شارژ باتریش سریعتره و رنج طولانی تری میتونی باش بری، ولی با این فکر نمی کنم 400 کیلومتر هم بتونی بری، 350 کیلومتر میتونی باش بری. این ای کلاس اینم بدون آپشنه یا لو آپشنه که هیچی نداره. اینم GLE 53 که گفتم الان، ولی مدل SUV منظور شاسی بلندایی هم که پشتش بالاست. مال ما GLE کوپه است، یعنی از اینجا شیب میگیره میره به پایین، اون قسمت پشت رو نداره و معمولا اینایی که اینجوری دارن بالا این 4 گوشو دارن بعضیاشون 7 نفر است، یعنی 5 نفر نه 7 نفر. و میبینی این جای پارم نداره که مثلا پاتو بذاری سوار بشی، چون اکثریت GLE داره. اونم خودش یه آپشن ها، یعنی اگه اون جا پایی رو بخوای میتونی رو سایت کلیک سفارش بدی، یعنی هر آپشنی رو که بخوای رو ماشین حساب کنی تقریبا بین 5,000 تا 15,000 بعد حساب کنی. یعنی یه آپشن اینجوری شاید 7,000 تا 15,000 بالاتر شاید بیاد روش، به خاطر که جا پا مثلا بذاره اضافه کنه. ما ماشینی که گرفتیم مثلا هی خودمون انتخاب کردیم چه آپشنایی روش باشه، یعنی همه آپشنا رو ما زدیم به حساب اینجوری علامت بله مثلا همه رو میخوایم. حتی همین که میگم دیدین اون جای پا نداشت، این جای پا رو داره. همین خودش فکر کنم 15,000 تا بود، حالا نمیدونم بعد دقیق نگاه. و الان اومدیم یکی از شرکت های خوشگل مرسدس، ببینید طبقه پایین با شیشه دیده میشه.
و فعلا بهترینشون یعنی سرسبدشون همینه. این ماشین بهترینشه فعلا. 185 GLE ادیشن وانه. ببینین ادیشن وان یعنی این همه آپشن ها رو هم زده، و هیچ فرقی با ماشین من نمیکنه. یعنی دقیقا خودشه، دقیقا یعنی از نظر موتوری انجنش هیچ فرقی نمیکنه، یعنی همونه. فقط تنها فرقش این صندلی‌های قرمز مایل به قهوه‌ای و دیگه هیچ فرقی نمی‌بینیم. و اونم ماشین من که اون پایینه نشونش بدم. ماشین من دقیقاً اینجاست و اینم همون. فقط رنگ اون مال من ناردو گری بهش میگن. ناردو گری خاکستری مثلا رنگش خاصه و این مات، همون نقره‌ای مات، یعنی براق نیست، رنگش اصلا دست میزنی اصلا یه فرق میکنه، کلا مشخصه رنگش، کلا مشخصه یه رنگ خاصیه، ولی ظاهرا همونه. یعنی رینگش فقط همونجور که گفتن یه دورش قرمز زدن و وسطش هم قرمز زده که مال من سفیده. اگه نگاه کنید بذارید زوم کنم خوب دیده بشه، دورش سفید ماننده، سفیده، به جای قرمز بودن سفیده، ولی بقیهش همونه.